اینو بذار. نه خوبه. اینو چی شدی همش موزیکای خالتوری گوش میدی؟ با دیروز همینو گوش دادم. دیروز اشتباه کردی. این خوبه. این خوشت میاد. بده من. از دست خودم فرار میکنم، دنیا یه روز خوبه بام، یه روز خواب بد برامه، میچرخم دور خودم، من یه نقطه بیرون دایرم، از دست خودم فرار میکنم، این دل شوره از تو منو آتیش زد یادم رفت کیم. تو باز اینو نزدی به شارژ؟ باحال میخورینا. آره میدونیم، تو هم ون باحالی داری. آره میدونم. خوشی سیار داریم مگه؟ آره دیگه داریم. البته کار اصلیم نیست. چیه کار اصلی؟ حالا آدما رو خوب کنم. قبلیه میخوام. بیا برو حامد از یادم اینم خوبه. شاید این پسر ایرانی ها پسر فرانسوی ها بهتره. این دیگه تو صبح حالش خوبه. جونم. شاید بیا برو ببین کار این پسر چیه. کجا برم؟ یه دقیقه برو ببین. مامانم الان دو روز دیگه میخوای بری اون سر دنیا، 2 تا کلمه نمیتونی به کی حرف بزنی، افسردگی میگیری. یا بدو. ردیف شد. داشت من الان دم بلوک 2 هم. 5 دقیقه دیگه میام 5. خداحافظ. سلام. چی میخوای؟ من میخواستم این کارت خوشوییتون رو داشته باشم. فکر می‌کنی میخوای حالت خوب شه. چی مثلا؟ یا این به در تو میخواد. البته من مشتری خاص خودم رو دارم ولی خب با تال کردم. برات میگردم. میشه بشینی پشت فرمون را بیفتی لطفاً؟ این مامانمه. نه. چرا؟ چون داره نگاه میکنه. کار همیشه باشه یادش. نه میاد زود، نگران نباش. وقت داریم. میدونه الان میاد. برو دیگه. بابا باشه حالا. چه خوشتیب شد. مرسی. اینقدر؟ چی انقدر؟ اما مامانت میترسی؟ کی گفته میترسم؟ همینجا خوبه؟ آره خوب. ببخش. سفارت منتظر ما نمیمونه ها. پاسپورت همراهته؟ بریم. برای کیفتم ببر. الو ماما. این پسره کیه؟ هیچکی نمیدونم.
جامونگیه شبی منه ولی